در دوام سال 1993 رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تمام مناطق جمهوری سفرهای کاری انجام داده با وضع زیست و زندگی اهالی، اوضاع سیاسی، وضع اقتصادی و اجتماعی از نزدیک شناس شد و در جریان این سفرها با اهالی مملکت ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام داد. از جمله 19 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با وضع بیمارستان و کودکستان‌های ناحیه فرخار شناس شد. طوری که معلوم است بر اثر استعمال گندم زهرآلود صدها نفر ساکنان ناحیه علل خصوص جوانان و پیرانسالان گرفتار بیماری وزنین گردیده در شفاخانه‌ها بستری شدند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن ملاقات با راهبریت شفاخانه در خصوص اندیشیدن چاره‌های قطعی بهر شفا یافتن بیماران دستور و سفارش‌های مشخص داد.